پیغمبر اکرم سوالاتی کردن شب معراج و پیغمبر است و خدا. اولین سوالی که نقل شده در این روایت اینه که ایل اعمال احب الیک، خدای چه کاری رو بیشتر دوست داری؟ خطاب شد که التوکل علی و الرضا بقضایی. این از موارد نادری است که عمل به حالات قلبی اطلاق شده. توکل از حالات قلبی است، عمل خارجی نیست، عمل جارحی نیست، ولی اینجا عمل نامیده شد. بالاترین اعمال، محبوبترین اعمال، اول اینه که بنده بر من توکل کنه، دوم که به قضای من راضی باشه.